حدود یک هفته به پیروزی انقلاب یک ژنرال برجسته آمریکایی به نام هایزر آمد تهران برای اینکه اگه بتوانه یک کودتا را بیاندازه و صدها هزار بلکه میلیون ها آدم رو به قتل برسونن. این نیتشون این بود. هایزر این کارو می‌خواست بکنه. او در خاطرات خودش می‌نویسه، اینا اسناد تاریخی. او میگه من به جنرال قره‌باغی گفتم در مواجهه با مردم لوله تفنگ‌هاتون رو پایین بیارید، یعنی مردم رو بکشید، تیر هوایی بیخودی در نکنید، مردم رو قتل عام کنید. الان اون کاری که هایزر می‌خواست در ایران بکنه آمریکایی‌ها دارن در غزه میکنن. قضیه همون قضیه است. در فلسطین همین کار داره انجام میگیره. صهیونیست هایی که حاکم بر فلسطین اشغالی و فلسطین مظلوم هستند، اینا مستصحر به حمایت آمریکان. الان رژیم صهیونیستی دچار حیرت، دچار ناچاریست، نمیدونه چی کار باید بکنه و هر کاری که میکنه از روی اضطراره، یعنی نمیفهمه چه کار باید بکنه. اگر حمایت آمریکا نبود، اگر پشتیبانی‌های تسلیحاتی آمریکا نبود، دولت فاسد جعلی دروغین رژیم صهیونیستی در همون هفته اول از بین رفته بود، بر افتاده بود. آمریکایی‌ها پشت اینا قرار دارن. امروز در غزه همون حوادثی داره اتفاق میفته که اینها اگر میتوانستن در ایران اون حوادث رو انجام بدن. اگر کمک آمریکا نبود و نباشه، قطعاً در ظرف چند روز فلج خواهد شد رژیم صهیونیستی. آمریکاست که داره مدیریت میکنه. اینجا مرکز مقاومت هست.